در دوره چهاربینی‌ها به دستاوردگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان و با استقبال 20 سالگی جشن وحدت ملی بخشیده به سال جوانان، ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان گروه‌های کاری تشکیل نموده در شهر و ناحیه‌های ولایت با جوانان واخوری‌ها دایر می‌نمایند. در ناحیه به نام میر سید علی حمدانی اشتراکچیان این واخوری دانشجویان کالج طبی ناحیه هستند. معاون سرداری ریاست کار با زنان و عائله ولایت ختلان عاید 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان نزد دانشجویان برآمد نموده قید کرد که قانون مذکور با تقاضای رشد جامعه عنعنه و جشن و مراسم‌ها را تنظیم نموده با حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی و احترام به سنت‌های مردمی برای بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات ساکنان مساعدت نموده است. قید گردید که قانون مذکور منفعت‌های اجتماعی مردم تاجیکستان را حمایت کرده در پس کردن سطح کمبزاعتی و گرفتن پیش روی خراجات زیادتی مساعدت کرد. وحدت بقای ملت سعادتمندی و نشان خوشبختی ماست، چون که محض وحدت است که زندگی پرداز دیگر دارد. خوشبختانه ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال 20مین سالگرد وحدت ملی را با شکرگزاری و صمیمیت بپایان تجلیل می نمایند. وحدت ملی پیشروی وطن است، زیرا دولتی که صلح و امانی را داراست آن دولت لحظه به لحظه می شکفد، تغییر می یابد و پیش می رود. محض با کوشش و دستگیری‌های روزافزونی فرزانه ملت تاجیک، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوبمون محترم امام علی رحمان، ملت پریشان سرجم آمد، مملکت آباد شد، پیش رفت و امروز در چهره هر فردی تاجیک نشاط و خرسندی هویدا است. همین است که در تمام شهر ناحیه‌های ولایت ختلان برگزاری چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی ادامه دارد و بازگویی وحدت ملی است. امروز واخوری گروه کاری ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در یکجایی با فعالان جامعه، خاصه عالمان و ادیبان، شاعران، نویسندگان کوشش نمودند که ملاقات سودمند را با اهل معارفچیان، طالب علمان و استادان مؤسسات تعلیمی ناحیه میر سید علی حمدانی و ناحیه فرخار راه اندازی نمایند. البته امیدوار است که در نهاد هر یک وطن پرور، خاصه فرزندان ملت، این نورسانی خوشبختی دوران صاحب استقلال بدین وسیله مهر وطن باز هم صیقل می‌یابد. انتظاری می‌رود که چنین واخوری‌های مقصدناک به خاطر ارزنده تجلیل نمودن 20 سالگی وحدت ملی در دیگر شهر ناحیه‌های ولایت ختلان ادامه خواهد یافت. در این واخوری ساکنان ناحیه برآمد نموده عاید 10 سالگی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان نقطه نظر خود را بیان نمودند. بازی بسیارتر در کالج ما جشن گرفتن زادروزها کم شده ایستاده است و در گرد و اطراف محلهای ما از گهواره بندان و دیگر عروسبینان، چای گشتک و خیلی چیزایی که بودن امینها کم شدند. در چارچوبه قانون امینها خدا خواهد به تنظیم در آورده می شوند. همین گونه واخوری در ناحیه فرخار با جوانان دانشجویان کالج طبی ناحیه دایر گردید. در این واخوری عاید دیگر موضوعهای مبرم روز از قبیل پیشگیری شامل شوی جوانان با گروه‌های افراطگرایی، پیشگیری نشه‌مندی، بلند برداشتن معلوماتناکی و معرفتناکی جوانان وابسته به پیشگیری عامل‌های نامطلوب اجتماعی از جمله مقاومت و سودای آدمان برآمد نمودند. برآمد کنندگان قید نمودند که آبادی تاجیکستان عزیز زمان در مستحکمی وحدت و یگانگی می باشد. ما جوانان در چنین دولت آزادی که حالا زندگی میکنیم ما خوب میدانیم که این همه آزادی ها با آسانی به دست نیامده است، بلکه با سعی و کوشش و تلاش های زیادی پدران و بابایان ما به دست آمده است و ما کوشش میکنیم که چنین میراث نیاگان را پاس نگاه داریم، همچون گوهرک چشم و در آینده آن را رواج دهیم. پاس نگاه داشتن میراث نیاگان ما وظیفه مقدس هر یک جوانمرد تاجیک می باشد. این نه تنها یک وظیفه بلکه هم فرض و هم قرض جوانمرد تاجیک می باشد. در این واخوری مدیر بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار دلبر طلبه و برآمد نموده قید نمود که در پیشبرد حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناحیه سهم زنان ناحیه مخصوصا جوان دختران کلان می باشد. آنها در رشد اقتصادیات ناحیه سهم ارزنده گذاشته در همه چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی اشتراک فعالانه دارند.
бахшида ба 10 солагии қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ва 20 солагии ҷашни ваҳдати миллӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон вохӯриҳо бо ҷавонон идома доранд. гузориши хоҷа назриф худойназар зуҳуров аз минтақаи кӯлоб барои барномаи иттилооти навид.